مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه و یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده به ترتیب یه سری سوژه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، راجع به یه سری از افراد صحبت بکنیم و یه سری از دوستان هم لطف کرده بودن در سالهای گذشته راجع به من و ضد من مصاحبه کرده بودن. یه جواب فوق لاکچری برای اونها داریم که در این ویدیو بهشون میدیم اصطلاحاً. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو رو دنبال بکنید. ویدیو خیلی فکر میکنم پر سر و صدایی در فضای مجازی بشه این ویدیو. قبل از اینکه سوژه ها رو هم آغاز بکنیم و ترتیبی راجع به یه سری از موضوعات هم صحبت بکنیم، لطف بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. بله، امیدوارم که کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. خب شروع میکنیم برنامه پشت پرده رو. خانم پروانه سلحشوری که یادتون هست، حالا اگه یادتون هم نیست من که یادآوری بکنم که ایشون نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم بودن و یه بار رفتن یه مصاحبه کردن و گفتن که امین فردین برای من پرونده سازی کرده، یعنی برای خانم پروانه سلحشوری یه سری از روزنامه ها و رسانه ها هم پوشش دادن. داستان از این قرار بودش که خانم پروانه سلحشوری، ما سند منتشر کردیم که خانم پروانه سلحشوری شرکت دارن، خودشون و شوهرشون، و از رانت و لابی مجلس استفاده کردن و ثبت شرکت کردن. خانم پروانه سلحشوری هم خب به حال نماینده مجلس بودن و یه سری از رسانه‌های یک سری از رسانه‌ها هم که از ایشون پول می‌گرفتن اومدن خبر خانم پروانه سلحشوری رو منتشر کردن بدون اینکه از امین فردین و رسانه پشت پرده جوابی بگیرن و یه طرفه تا تونستن ما رو تخریب کردن. گفتن این که خارج از کشور دیگه، بذار راجبش صحبت بکنیم، ضدش صحبت بکنیم و صحبت‌های خانم پروانه سلحشوری رو پوشش دادن. حالا ما چی گفته بودیم در اون مستند راجع به پروانه سلحشوری؟ بریم یه تیکه‌ایشو ببینیم. که پشت پرده‌های پنهان یکی از نمایندگان مجلس، پروانه سلحشوری دورکی، می‌خوایم شرکت‌هایی که برات قبادیان، پروانه سلحشوری و بچه‌هاشو کلا خانواده ایشون داشته رو یکی یکی با هم دیگه بررسی بکنیم. شرکت فنی مهندسی استون کارون، خانم پروانه سلحشوری به همراه شوهرشون آقای برات قبادیان و پسرشون آقا میثاق، شرکت هم توی خیابون زعفرانیه، همه بالا شهر سعادت آباد و زعفرانی و جای مختلف، شرکت پژوهش استادان دانش آفرین پاک، شرکت سرینگ ماکیان، شرکت تولیدی موتور گیربکس سایپا، شرکت بازرگانی سایبارت صنعت، بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی مرغ مینای پارس، شرکت تدارکات حفاری آسمان فلات جنوب، شرکت الیت آریان، شرکت مهندسان مشاور رو سال 92 میزنن. همه زمینه‌ها هم شرکت دارن، واردات، صادرات، فرش، صنایع زیست محیطی، صنایع هسته‌ای، همه جا رفتن شرکت ثبت کردن. بعد که شدن نماینده مجلس مثل زالو دارن میمکن سرمایه‌های ملت. خب متوجه شدید گفتیم که خانم پروانه سلحشوری یه سری شرکت‌ها دارن و یه سری از کارهای اقتصادی انجام میدن و ماشاءالله یکی دوتا هم نبود دیگه، و خودشون و بچه‌شون و شوهرشون شرکت دارن. تا اینکه موضوع ما رفت تو دادگاه و در دادگاه خیلی شیک و مجلسی خانم پروانه سلحشوری باختن دادگاه رو. روی تصویر هم میتونید ببینید که خانم پروانه سلحشوری با شکایت شاکیان و انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شده. کیفرخواستش هم به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت‌های تبلیغیش و چیزهای مختلف، که البته تنها ما شاکی نبودیم، چند تا از رسانه‌ها هم شاکی بودن از خانم پروانه سلحشوری. مجموعه از این شکایت‌ها رفت دادگاه و این حکم برای خانم پروانه سلحشوری صادر شد. گفتیم که حالا یه عده‌ام حالا ما راجع بهشون صحبت نمی‌کنیم یا جواب نمیدیم، در مراحل قانونیش هستیم، یعنی فکر می‌کنید که ما ساکتیم یا راجع بهتون صحبت نمی‌کنیم یا اجازه میدید به خودتون هر حرفی بزنید، اینجوری خف میشه. اما بریم حالا سوژه بعدی بگذاریم، اینا زیاد حالا مهم نیست دیگه، چون طرف اینجوری صحبت کرد می‌خواستیم جوابش بدیم. این باحاله. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آقای حجت الاسلام قمی رفتن توی مجلس و گفتن که اینترنت رو برای سایت‌های ایرانی چون نیمه‌ها کردن،
توسط حالا نهادهای مربوطه به فرهنگ جامعه آسیب زده. یعنی شما این صحبت رو بیاید توی آلمان برای مردم آلمان انجام بدید، از شما تست اعتیاد و ادیوت تست و تستای دیوونگی میگیرن ازتون، میگن چه ربطی داره مثلا اینترنت نیم بها به فرهنگ جامعه. بعد ادعاشون هم این بوده چون اینترنت ارزونه مردم میتونن برن دسترسی داشته باشن به سایت‌های مختلف و کارهای مختلف و داره به جامعه و فرهنگ جامعه آسیب میزنه. آقای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که بعد از انقلاب شما هستید و این سمت‌ها رو دارید، شما و رئیس‌های قبلی، منظورم سازمان شما هست، تو طول این 40 سال گذشته شما چه کار مثبتی برای فرهنگ جامعه کردید؟ حالا اینترنت 2-3 سال نیم بها شده و ارزون شده، ولی سازمان شما که 40 سال داره کار میکنه. یعنی شما 40 سال فعالیت کردید، 2 سال اینترنت ارزون باعث شد که دودمان کارهای شما به باد بره اصطلاحاً. داستان از این قرار هستش که شماها هیچ کاری برای فرهنگ جامعه نکردید، یه بودجه یامفت هم گرفتید، الان رفتید توی مجلس دارید اینجوری صحبت میکنید. اگر شما درست کار میکردید، اگر شما درست فعالیت میکردید، درست جامعه رو اصطلاحاً هدایت میکردید به یه سمت خاصی، این اتفاقات نمیفته که فردا روز یه آهنگ مثلا از یه خواننده پخش بشه تن و بدنتون بلرزه. برید صحبت این آقای قومی رو بشنوید، اصلا خندتون میگیره. اتفاقی که امروز داره تو فضای مجازی رخ میده، فرزندان من و شما و فرزندان مردم که ما خادمشونیم چه دارن میبینن تو فضای مجازی؟ از چه خوراکی دارن استفاده میکنن؟ 5 تا ترک آخر اون خواننده ضد انسانی و ضد بشریت 198 میلیون پلی یونیک داشته. ببخشید این تعابیر اینجوری میگم، 198 میلیون بار ویژه دیده شده. بریم مضامینش رو مرور بکنیم ببینیم چی دارم به خورد فرزندان ما میدن. رها شده فضای مجازی. پهنایبان تو 11 ماهه اردیبهشت تا اسفند 98 2.5 برابر شده. 60% گاهی 70% این فضا در اختیار این اینستاگرامیه که توش یه شاعری که تو عمرش فقط غزل گفته اسم حاج قاسم سلیمانی رو نوشته، از سر عواطفش با 200 کا فالوور صفحش بسته میشه. هرچه دلشون میخواد، نه به مسئولین عالی کشور و رهبر معظم انقلاب، به تمام مقدسات ما اونجا هرچه میخوام میگن. ما هم نشستیم ادعا و اسم حکمرانی و فرض بفرمایید فضای مجازی هم یدک میکشیم. 30% جرایم رایانه کشور در اون تو اتفاق میفته. 25% محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توی همین پلتفرم داره اتفاق میفته. درآمدهای کثیف از قمار، از تبلیغات ناهنجار اونجا داره اتفاق میفته. رهاست. حجم 3 برابری محتوای خارجی نسبت به محتوای داخل، با این سوق دادنی هم که این اواخر هم تشدیدش کردن. محتوای خارجی نسبت به محتوای داخلی، اینترنت ها رو مجانی کردن، نیم بها کردن، تو سامانه های ویودی و ویدئوهای درخواستی یه بلایی داره سر فرهنگ کشور میاره. این آشفتگی، این شلختگی، این روی زمین ماندن بارهای فرهنگی این جامعه مسئله اوله. بله دیگه، یعنی میگه اینترنت ارزون و اون آهنگ اون خواننده و 5 تا ترکش و اینا داره آسیب میزنه به جامعه. نه عزیز من، شما اگر بودجه‌ای که دریافت میکنید، شما و بقیه نهادها مثل آموزش و پرورش جوری بچه‌ها رو تربیت میکردید و سطح جامعه و سطح فرهنگ جامعه رو بازتر میکردید، اصلا اینترنت نیم بها که هیچی کامل هم در ایران رایگان میشد، هیچ اتفاقی برای فرهنگ جامعه نمیافتاد. چجور ما تو کشورهای خارجی میبینیم که تقریبا اینترنت ارزونه، حالا نمیگیم مثل شما نیم بها، ولی ارزونه، اینترنت در دسترس همه هم هست، تو کوچه و خیابون هم وای فای رایگان هست. چجور آسیب نمیزنه به فرهنگ کشورهای جهان اول؟ زارت بعد مثلا به ایران آسیب بزنه، به خاطر اینکه یه سری سازمان ها بودجه یامفت میگیرن ولی هیچ کمکی به فرهنگ جامعه نمیکنه. اینو خواستم بگم که واقعا زور داشتین صحبت‌های آقای قومی. حالا ایشون هم جوون هستن، ما گفتیم حالا یه جوون اومده یه سمت گرفته، دیدگاهش به نسل جوان نزدیک‌تره. دیدیم نه بابا، اینا کلا همه از یه قماش. اما
یه صحبت دیگه‌ای هم توی رسانه‌ها مطرح شد در خصوص آقای روحانی که آقای روحانی گفته بوده که دستور دادم قیمت مسکن مهار شود. توجه کنید، دستور داده. من موندم که آقای روحانی اینقدر خوب دستور میدن، دستور بدن که بقیه قیمت ها هم ارزون بشه اگر به دستور ایشونه. بعد سیستم اقتصادی هم دیگه تو ایران یا با دستور یا با فحش ناموس یا با التماس دیگه. مثلا میگن ناموسن قیمت ها بیاید پایین، شرافتن مثلا نصف قیمت شو، به ناموست فلان اگر یورو نشه مثلا 5000 تومان، دلار نشه 4200. یعنی سیستم اقتصادی کشور رو با فحش ناموس و دستور و این چیزا میخوان بالا پایین بکنن و درست بکنن و ثابت نگه دارن. هیچ تفکر و هیچ پشتوانه و هیچ علمی هم پشتش نیست که اینجوری میگید که ما دستور دادیم که قیمت مهار بشه. مگه مثلا چیه؟ مثلا تو حیوانه مثلا اقتصاد مثلا بگید آقا بگیرینش رو مثلا ثابت. من نمیدونم مثلا چه اتفاقی. الان البته آقای روحانی چون این دستور داده شما از فردا میتونید قیمت مسکن رو مفت بخرید. مفت. یعنی شما با توجه به این دستور همه چیز دیگه رایگان خواهد شد. و البته این خبرهایی که اینا میزنن خب سوژه هم میده دیگه دست یه سری رسانه‌ها یا یه سری افراد. یعنی واقعا باید میگن که چرا یه سری افراد راجع به ما صحبت میکنن، چرا یه سری از رسانه‌ها راجع به ما صحبت میکنن، بعد اون رسانه‌ها هم 4 تا میزنن رو حرف شما، کنارش دروغ و راست رو هم قاطی میکنن، به خورد مردم میدن. چون شما این صحبت‌ها رو هم کردید، اون رسانه‌ها در کنارش هر گونه فعالیت خاص خودشون رو هم میکنن و راحت مردم جذب اون رسانه‌ها میشن. و نمونهش هم ما تو سالهای گذشته داشتیم دیگه. جفین نیوز بود و آمد نیوز بود که یه سمتش به داخل ایران وصل بود، یه سمتش هم به جریان پول و ثروت دیگه. و هر گونه خبر آشغال و نمیدونم چرت و پرت بود منتشر میکرد دیگه. چند بارم گفته بودم نمیدونم مثل اینکه این موتوری بوده ساقیش رو عوض کرده بوده و یه سری خبرهای چرت و پرت میزد که حتی سر اون قضیه خانم پروانه سلحشوری که این اتفاقات هم افتاد، یکی از کسایی که دامن زد به این قضیه خود روح‌الله زن بود که الان رفته تو ایران گرفتنش و میگه پشیمونم، نادمم، فلانم. از این صحبت ها بریم بشنویم صحبت های آقای زمان توی آخرین دفاعیات خودش در دادگاه. قبول دارم که برخی رویه‌های صورت گرفته در آمد نیوز اشتباه بوده و به جد پشیمانم. نه اینکه چون اینجا هستم این سخن را بگویم، طبعا در دوران مسئولیت خودم انجام شده، اما دیکته نانوشته خطا ندارد. من جوانی کردم و در سن هیجان بودم، تحت القاءات پیش گفته بودم و فضای رسانی خارج کشور نیز فضای هیجانی است. در سخنان شخصی با دوستان هم میگفتم که برخی رویه‌ها اشتباه بوده و نباید در قالب یک دسته یا حزب سیاسی عمل می‌کردیم. به اشتباهات خود پی برده بودم، ولی فضای رسانه‌ای خارج از کشور طوری نیست که بشود به ناگاه چرخش 180 درجه‌ای انجام داد. همانطور که در جلسه قبل دادگاه عرض کردم، کشورهای عربستان و امارات خواستار همکاری من علیه نظام بودند و پول خوبی هم پیشنهاد کرده بودند. پیش از سفر به عراق از طریق یکی از دوستانم در مالزی پیشنهاد افتتاح یک تلویزیون با سرمایه‌گذاری عادل الجبیر وزیر خارجه پیشین عربستان با من مطرح شد و واسطه حتی تا قرار ملاقات هم پیش رفت. یکی دیگر از اتهاماتم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده که به نظرم جای دفاع دارد. من قصدی برای تشکیل حزب یا گروه برای جرائم علیه امنیت کشور نداشتم و اگر کاری از دستم در رفته ابراز پشیمانی ندامت میکنم. به یه قسمتی از صحبت‌های زم توجه کردید، میگفت فضای هیجانی و نمیشد به ناگاه چرخش 180 درجه‌ای داشت. یادتونه من یه سال پیش گفتم که ایشون اصلا دیدگاهش عوض شده، به یه سمت دیگه است. حواستون باشه یه عده باور نمی‌کردن و تو زمین این روح‌الله زم سینه می‌زدن حالا تحویل بگیرن، چرخش 180 درجه اینا. حالا ممکنه یه دم بگن که اینا نمیدونم اعترافات اجباری و از این نوع چرت و پرتاست، اما فعالیتاشو شما برید نگاه بکنید، فعالیتاش که قبل از اینکه دستگیر بکنن هست دیگه. اونا که دیگه اجباری نبوده که. اون فعالیتاشو برید ببینید خودتون متوجه میشید. حالا میگیم مثلا هر چی تو دادگاه هم گفته دروغ به زور بدبختی و اینا بوده، اوکی، برید فعالیت‌های قبلیشو ببینید خودتون متوجه میشید. بگذاریم. این روزا ما داریم می‌بینیم که یه سری از این دزدا و اختلاسگرا رو دارن توی ایران میگیرن. خدای دمشون هم گرم. یعنی
نه نگفتن و هر کسی هم بوده گرفتن. تو دوره قبلی یعنی زمان آقای لاریجانی مثلا طرف اگر میگرفتن نهایت میگفتن الف ت گرفتی. مثلا فرهاد مشایخ رو میگفتن مثلا فهمیم و از این صحبت ها. حالا این آقای فرهاد مشایخ رو آوردن تو دادگاه و ناقابل 4 میلیارد خورده پولشویی کرده تو یکی از قسمت ها. متهم ردیف دوم پرونده آقای اکبر طبری بوده. میاد جلوی دوربین میگه ببخشید اشتباه کردم، اشک تمساح از این صحبت ها. موقعی که این بودجه‌های میلیاردی رو میگرفتید این صحبت ها رو نمی‌کردید. من اصلا نمیدونم این زمین جاش کجا هست، نمیدونم آقا چی ساخته شده، نمیدونم آقا چه قیمتی اصلا کی ساختتش، نه اطلاعی از این زمین دارم، نه اطلاعی از برج روما دارم خدا شاهده، نه اصلا آقا من اشتباه کردم آقا، با این موی سفید گول خوردم. گول چی؟ گول صحبت آقا وکالت از آقای نجفی داشتم. رفیق 50 ساله من، شریک من بود تو کارخونه سیما. از من خواهش می‌کرد آقا منم انجام دادم. اینم اشتباه کردم آقا ببخشید، والله من اشتباه کردم، من غلط کردم آقا. با سن 67 سال سن باید بیام اینجا وایسم آقا من اینجوری جواب بدم. حالا همین آدمی که احساس ندامت و پشیمونی میکنه، ببینید که نماینده دادستان در خصوص پروندهش چی میگه. آقای مشایخ دیگه سال 90 سازمان بازرسی حساس شده موضوع و در خصوص ارتباط آقای مشایخ طبری سوال میکنه که پولها چیه. آقای طبری برای فرار میاد این سال 90 این صورت جلسه رو تنظیم کنه، امضا خود شما سال 90 18 که اعلام میکنه آقای مشایخ من 84 سال دسته گرفتم بابت جعاله و بابت چی و بابت چه موضوع 4200 شو به شما تحویل میدم، 4200 هم برات در برج روما رزیدنس برات واحد میخوام. سوال اول اینه، شما بگید آقا من کارم گیر نکرد، کارم گیر کرد، مشکل پیدا کردم، پولو برگردونم. پول کی برگردونید با آقای مشایخ؟ 5 سال بعد. 5 سال قبل چه استفاده کرده؟ بعد آقای مشایخ میره سهام میخره، سهام رو به نام آقای وکالت میده به آقای 42 میلیون 38 هزار سهم. این 42 میلیون سهم الان قیمتش نجومی شده ها. اون موقع قیمت هر سهم 100 تومان، هر سهم رو 100 تومان خریدن. الان اون سهم چنده؟ البته شرکت بورسی هم نیست. بعد وکالت بلاعرض دادن، کلیه حقوق و اختیارات خودشون هم آقای مشایخ سلب کردن. ایشون میگه که خودش داده، ولی چه ربطی داره؟ کپی شناسنامه منو داشته، رفته برای من سهام خریده، من خبر ندارم. عقل انسانی اقتضا میکنه یه فردی بره با پول خودش برای شما سهام بخره؟ برای چی برای شما سهام خریده؟ از خودش سوال کرد. شما چی پاسخ میدید؟ از خودش سوال کردیم، سوالش هم میگم قبول نداره. بله دیگه من واقعا نمیدونم چی بگم. آدم همونی بود که میگفت ببخشید اشتباه کردم. این صحبت ها. آخرین سوژه‌ای هم که ما میخوایم بهش بپردازیم توی این برنامه راجع به خانم فاطمه محمد بیگی هستش، نماینده مجلس. یه مصاحبه کرده، گفته که ضریب هوشی ایرانی‌ها به صورت میانگین از 104 به 68 رسیده. اینو نماینده مجلس گفته، کسی که مردم بهش رأی دادن رفته تو مجلس. بعد گفته که به خاطر اینکه خیلی از نخبه‌ها و تحصیل کرده ها ازدواج نمی‌کنن یا اگر ازدواج میکنن یه بچه دارن، ذخیره ژنتیکیمون کم شده. یعنی من عینک رو در بیارم بزنم تو سر خودم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یعنی اصلا ناراحت میشم فرار نخبه از کشور و خروج نخبه از کشور و عدم اشتغال نخبه ها و این چیزها باعث شده که ضریب هوشی بیاد پایین، چون همه رفتن خارج از کشور، توی میانگین قرار نمیگیره. بعدش هم اون کسایی هم که توی کشورن و هوششون هم بالاه، شما فکر کنم تو آمارتون نیاوردید. والا من نزدیک 300 خورده هزار نفر دنبال کننده توی اینستاگرام دارم. یعنی یک نفر از اونها اگر بیاد بگه که مثلا من تو سرشماری مثلا این ضریب هوشی ایران شرکت کرده باشم، بعد این آمار شما دقیقاً از کجا به دست آوردید که ایرانی از 104 به 68 رسیدن؟ مثلا رفته بالای یه برج یا بالا نگاه کرد گفته این تعداد آدم هوششون بالا، این تعداد آدم هوششون پایینه. گفته خب میشه از 104 به 68 رسیدیم و نخبه ها و تحصیل کرده ازدواج نمیکنن. یعنی اوج چرت و پرت، یعنی هیچ مبحث علمی یا دلیل علمی پشت حرفش نیست. بیاد یه سندمنده که از کجا این آمار رو در آورده. حالا اگر هم آمار درست باشه یه قسمتش ربط به این داره که ما نخبه هامون دارن از کشور مهاجرت میکنن. ما جزو کشورهایی هستیم که
اولیم توی فرار نخبه توی دنیا، به خاطر اینکه همه آدمایی که پست‌های مهم دارن همشون 98%شون با رانت و لابی و نمیدونم بابا و آقازاده و اینو اون و سفارش نماینده مجلس اینا رفتن و شایسته سالاری صورت نگرفته. رانت سالاری و پارتی بازی سالاری توی ایران حکم فرماست. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودی با یک برنامه پشت پرده دیگه و امیدوارم که ویدیو رو به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست و برامون حتما کامنت بذارید، دوست داشتید لایک بکنید، دوستم نداشتید دیسلایک بکنید. مرسی که تا این لحظه با ما